درود بر دلیل مردان مهر ایران زمین. حالتون چطور؟ قربونتون برم. امیدوارم که خوب باشید. تو این ویدیو میخوام خیلی خودمونی راجع به پی تو وین صحبت بکنم. تازه هم خواب بلند شدم، کم خمار ممارم. اولا اصلا پی تو وین چیه؟ ببینید دوستان، بازی آنلاین مثل رقابت میمونن. یه رقابتی که هر پلیر خوبی دوست داره توش نظم باشه، دوست داره توش برابری باشه که رقابت کننده ها با قدرت خودشون بجنگن. برای مثال شما فرض بکن توی مسابقه بوکس دو تا ورزشکار میخوان با هم دیگه فایت بدن، ولی یکی از ورزشکارا به خاطر اینکه پول داده به داور دستکشش آهنیه. خب معلومه ضربات اون دستکش آهنی قوی تره و این نامردیه. بازی آنلاین هم رقابتن. شما وقتی پول میدی و یه آیتم پولی رو میخری توی بازی، مثل همین بازی F35، نمیتونی دیگه ادعا بکنی، چون سازنده بازی عمدن اون آیتم رو پولی کرده و قدرتمند تا شما پول بدی و بره تو جیبش. حالا اینجا یه نفر سود کرده، اونم سازنده بازی بوده. من نمیگم سود نکنه، نوش جونش، ولی اینجا تو تقلب کردی. بله، تقلب کردن فقط چیت زدن نیست، که متاسفانه چیت زدن هم خیلی عادی شده. پی تو وین کردن هم، پول دادن و آیتم خریدن و قدرت داشتن هم یه جور تقلبه. برای همین آقا پسر باسن سفیدی که میشینی تو خونت 400-500 تا رو باکس میدی، 1 رو باکس میدی، پول میدی تو بازی، آیتم میخری، کیل میگیری، میگی ها 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 من چقدر گنگم، تهش اینجوری گوز میشی. حالا من اصلا این ویدیو رو نمیگیرم که ادعا بکنیم ما آدم ها چرا باید سر یک گیم با هم دیگه بجنگیم. من میخوام تو آقا پسر باسن سفید پودر بچه زنو درستت کنم، قرونت برم. تو باسنت بوی شیر خوش میده برادر من. میخوام آدمت کنم توی واقعیت فردا تقلب نکنی. با پول نمیشه قدرت خرید. بله، با پول میتونی قدرتمند باشی، ولی قدرت واقعی رو نمیتونی بخری. از درون پوچی. بله، از درون پوچی. کسی قدرت واقعی رو داره که با ایمانش بره جلو. برای همین کسی که توی بازی آنلاین هم تقلب میکنه، مطمئن باش تو واقعیت هم این کار رو میکنه. تو واقعیت هم میخواد با قدرت پول ببره، میخواد نمرش رو بخره، میخواد برتریش رو نسبت به دانش آموزای دیگه بیشتر کنه. و تو واقعا بدبخترین نوع موجودی. نمیتونی نون استعدادتو بخوری، نمیتونی نون بازوتو بخوری، بدبختی. و واقعا حالم ازت به هم میخوره و دلم هم برات میسوزه. این ویدیو رو خیلی خودمونی گرفتم و هیچ متنی رو از قبل ننوشته بودم و دوست داشتم این مطلب رو بگم. درستش اثری شاید رو ما نداشته باشه، چون پلیر واقعی با استراتژی میجنگه تو هر مسابقه، تو هر رقابتی. چه اون رقابت یه بازی بچگونه و شاید از دید عموم مسخره باشه، چه یه مسابقه واقعی. پلیری که ایمان داره با قدرت خودش میجنگه. در مورد فکشنمونم که به زودی اعلام عذرگیری میکنم بنده، یکی از قوانین اینه که تمام وسایل پی تو وین رو باید بذاری کنار، وگرنه نمیتونی وارد این فکشن بشی. من اجازه نمیدم عضوی از فکشن من با F35 بخواد بجنگه. اعضای فکشن من باید خودشون قوی باشن، نه قدرت وسیلشون. پلیری که قوی باشه با میگ 29 میتونه بهترین کیلا رو بگیره. پلیری که قوی باشه با جسم میتونه بهترین کیلا رو بگیره. بچه‌هایی که دیشب با هم دیگه فایت دادیم اینو فکر میکنم حس کردن. خب دیگه حرفی نمیمونه، قرونتون برم. درود میفرستم بر دلیل مردان واقعی که با قدرت ایمانشون میجنگن و یه بچه کنسفیدم میگم به دوستانی که انتظار دارن با پی تو وین همیشه برنده باشن ولی دک خوردید، قرونتون برم، ریدید. میبینمتون تا ویدیوی بعدی. خدافظ.